سلام، خوش اومدید به این ولاگ. با ما همراه باشید تا کلی جای دیدنی مشهد رو بریم با هم ببینیم. اینجا خونه بازی تو پاساژ آرمیتاژ مشهده. خیلی پاساژ لوکس و گرونیه و اصلا مناسب سوغاتی خریدن و اینا نیست، چون قیمتاش خیلی بالاه، ولی واسه دور زدن خیلی خوب بود. ما فقط یه خانه بازی رفتیم و برگشتیم. بعد پاساژ اومدیم باغ وحش وکیل‌آباد مشهد. خیلی عالی بود. با این ماشین راه 4 ساعتی که اونجا بودیم کلا تو این بود و واقعا تجربه قشنگی بود. این کفتاره که خودم هم اولین بار از نزدیک دیدمش. با التماس را میره. امیر لگت نزنه. سوار میشه دایی. آفرین. دست بده. ماشاءالله. بگن قدش بده شو. ماشاءالله. الله بنازم سیسو عقاب گرفته دینو حیوان نه همیشه خوشگل فرداش اومدیم اینجا که اسمش چالی دره است. خیلی جای تفریحی باحالیه. از سافاری، قایق سفاری، همه نوع بازی توش داره. خیلی مکان بزرگیه. با تور لیدر رفتیم. خیلی باحال بود. و اینم از پایان سفر ما. خیلی خوش گذشت. جای همتون خالی. ببخشید که نتونستم خیلی خوب ویدیو بگیرم. امیدوارم تو ولاگای بعدی جبران کنم. کلی دوستتون دارم. تا ولاگای بعدی، خداحافظ.